آیا می‌دانستید نخوردن صبحانه برای سلامتی مضر نیست؟ در سال 1944 یک شرکت تولید کننده غلات صبحانه به نام جنرال فودز یک کمپین روابط عمومی را شروع کرد. برای آنکه فروش محصولات این شرکت بالا برود، فروشگاه‌ها به مشتریان خود بروشورهایی می‌دادند که در آنها در مورد اهمیت صبحانه نوشته شده بود و از طریق هر رسانه‌ای اعلام می‌شد که به ادعای متخصصان تغذیه صبحانه مهمترین وعده غذایی روز است. به همین دلیل است که غلات صبحانه هنوز محبوب ترین صبحانه دنیاست و کارشناسان مختلفی میگویند که همه باید صبحانه بخورند. اما تحقیقات پزشکی نشان داده است نخوردن صبحانه مشکلی برای سلامت بدن ایجاد نمی‌کند و هیچ تأثیری در چاقی یا لاغری ما ندارد. تأثیر صبحانه بر سلامت بدن چیزی جز افسانه نیست. اگه خوشتون اومد لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تا کلیپ های بعدی، خدا نگهدار.